همه کارا رو با زناشون میکنن. دستش نگاه کن. تو لابستوری میگیری با بچه؟ خدایی دستش نگاه کن. علاقه به همسره این مهمه. چیان یه بار دیگه تعریف ریشه مهمه. ریشه باید تو علاقه داشته باشه. خب هر کاری که ریشه تو علاقه داشته باشه، حالا ظاهرش هر چی میخواد باشه مهمه. خب نداشتی میگفتی زنگ بزنه مامانم بگه چی دوست داره بره. نه مثلا زنگ بزنه مثلا حالا برای تازه عروسا مثلا زنگ بزنه مثلا مادر شوهرت خب میگه مثلا پسرت حالا زحمت کشید تو این سن بزرگی شهری آوردیش الان اینجا این به دیگه نه واسه منه. از این به بعد من میخوام گردن بگیرم. بزرگ کردنش با من. خب غذا چی دوست داره؟ مثلا چجوری شبا عادت داره چجوری مثلا غذا بخوره؟ روزا چجوریه؟ صبحونه چیا دوست داره؟ چه غذای علاقه داره؟ خب چیکار بکنم بیشتر خوشش بیاد؟ میدونی چی میگم؟ کی خوشش بیاد؟ از سر کار مثلا میاد خسته است مثلا بچه سر صدا سلام پیشیه میخوایم دکتر. خب بچه ها آمپول بزنیم بهش واکسن بزنیم. بیا همه دستون ادامه تا تکون میده. نگاه کنید مامانم کنید مامان نکرده خیلی هم جسوره. نقره میخواد بره عملش. داری میری نقره؟ دورت بگردم من آخه پیشی. بابا سلام سلام پیشی قشنگ من. سلام قشنگم. کیم بیلی بوشی میخوایی بریم خونه گندم باید بازی کنی داغونت کنه؟ نه بریم خونه با گندم بازی کنی. گفتم مگه ماشین مسابقه کم این شکلی تون گاز میدی؟ ماشین مسابقه ایه که اینجوری تون گاز میدم؟ آره دیگه. ای باباش اینم بچه‌مونه. حالش خوبه خدا رو شکر. آره فقط الان باید گردن آروم باید نازش کنی که غذاشو بخوره پیشیمون دیگه. اینقدر دوستش داریم پیشیمونو که نگو. بخور پیشی بخور. مامان آب تازه میخواست. چی؟ بهش الکل زدم. به کی؟ به بابام. برای چی بهش الکل زدی؟ الان میرم اونو میارم. واسه حالا اونو نمیخواد بیاری مامان. نمیخواد بیاری فقط بیا پیشم. بیا دست درد نکنه. خوب شد دعواش کردی خوب شد. توی شارژ بشه. الان مامان من شارژ دارم فقط تو بیا پیشم. مرسی که بابا رو به خاطر من دعوا کردی. بیا چرا اونو دعوا کردی؟ بچه‌ها الان اومدم واسه این برنامه بفرمایید شاممون مصاحبه کردم. منو رو دادن بهم. خدا بگم مایی چی کارت کنه. یعنی از اینجا هر چی که خودت بلدی فرستادم. چیزه تمو برداشته گذاشته 10:50. حالا تا 10:60 ما دیدیم چجوری فوکل میذارن پلدار میپوشن ولی 10:50 نمیدونم چجوریه. چیه تم 10:50؟ الان من چی بپوشم یهو امشب؟ دهنه تو مامان باز نکن تو. الان من
چی بپوشم یه دفعه؟ شما بگی من چی بپوشم الان؟ وقتم چند ساعت بیشتر نداریم 3 ساعت. عزیزم من میدونم تو امشب قصدت این بود که ما لباس خز بپوشیم ولی اشتباه کردی. به خاطر اینکه من الان نگاه کردم تو اینترنت دیدم که تیپای الان دقیقا همون تیپای دهه 50 دوباره یه خود جیگول‌تر مد شده. متاسفم برات. خزو من میسازم برات. دیدید چی شد؟ من این بولیس شلوار رو گذاشته بودم برای مهمونی، الان دیدم اینجاش اینجوری لکه. چیکار کنم؟ یا امام هشتم چیکار کنم بچه ها؟ دیوونه شدی؟ نه نمیدونی من دارم چیکار میکنم؟ میبینی؟ خوشتی پیشانا؟ گندم برای اینکه پوستت نیفته چیکار میکنی؟ پیرزن نشه پوستت؟ بالا میکشم. چجوری؟ چجوری؟ آها اونجوری. ابروهاتو چیکار میکنی برای اینکه قشنگ شه؟ آها دستای مام معصومش رو لاک زده. امروز مام معصومش اومده بوده پیشش، نگاه کن چه لاکی زده براش. خیلی قشنگ زده. ای خدا. اینجا هم ریخته. کجا بود؟ آره اینجا هم برام شیرین کاری کرده. بله. آخه من چی کار کنم با تو؟ بوی چشات آبی شد گندم، با فیلتر آبی شد. گندم چی گفتی؟ چی گفتی ماما؟ منم زندگی دارم که دیگه بلم کنید دیگه. یعنی چی منم زندگی دارم دیگه؟ یعنی چی؟ چی کاره؟ گندم این لباسه چیه؟ ها؟ این چه لباسیه ما؟ از کجا آوردی؟ ای وای ای وای ای وای ای وای. از انتظار امروز چی بود؟ بگو بچه هم فیض ببر. انتظار علکی نیست که منطقیه. یعنی منطق میگه که آقا یه زن باید حواسش به این چیزا باشه. به چی؟ مثلا من زخم شده تو فوتبال، ضربه دیده، بازیکن خوب میزنه آقا کاری نداره. خب زخم شانس من اومدم لیمو بچکونم پاشیده رو زخمم. خب تو برات مهم نیست؟ چرا خیلی ناراحت شدم؟ خب بعد بگیم من شوهر عزیزم پا چی شده مثلا پنبه بیاری نتونستم بدوم از فلان حال کنی. رفتم از مثلا ناراحتی. فلان کنی، نه اینکه مثلا میگی ها ها کجات مثلا میخوای اهمیت بدی. توجه کن بابا. چی شو؟ اعصابم خورد شده. توجه کن به شوهرت، اهمیت بده به زخم باشو بریم دکتر. It says oink 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 oink. Yes, and it snorts. It snorts and it rolls around in mud. It rolls around in mud. Okay, now I have another animal here. What animal is this? Is it a sheep or is it a duck? Bah. Yes, it says bye. سلام بدون. خب ما اینجا الیزو داریم، حالش خرابه، اعصابش خورده، با سرعت هرچه تمام‌تر. حال نکن عشقم.
خلافکارا دور هم جمع شدن، دزدمون هستن. خیلی هم مغرورن. جدم نیستی در حدم. سوسماس واقعا ایشون هم که همسر منن. همسر تو نه بهش نمیخوره، همسر مثلا چیز باشه، همش میرسه. شاید دوست باشه، خودش مثلا رئیس مافیا باشه. نه بخاطر این عرب میزم بزنم. من کیم؟ من که هنو خودم نمی سلام خوبی؟ سلام خوبی بچه ها؟ آره خوبی؟ من امروز اومدم که فیلم بگیرم از خودم. خوب سلام مامان آسانسور. آنچه در منزل ما شب آخر میگذرد. یعنی من هنوز غذا هیچی نذاشتم، البته دسر مسرامو درست کردم یه حدیشو، بعد تا این حد بنده پیش بردم. اوکیه بچه ها؟ I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. شما همه شاهد، ساعت 9:15 اینا هنوز نیومدن. بعد اون وقت برنج من اگه بیاد شد کی جواب میده؟ نمره کم میکنم ازشون امشب، از همشون. اینم غذاهامه، یه عالمه غذا گذاشتم. این یوفکامه، این مرغه، بذار این مریش کنم. مرغه حدس بزنید، قرمه سبزی همیشگی، برنج، کشک بادمجون، از اینا و یه عالمه دیگه. حالا نشونتون. این وضعیت مامان تو بعد الان همون بدی پرنسس تو اینجا. بودو بریم. بابا من پیژامه تنمه، اینا نگاه کن. ببین کلا تو این مهمونی من خارجی بودم، شما دیگه آره. البته الیمون هم خیلی خارجیه بیبی. بالاخره شب ما هم تموم شد و بریم. یعنی میخوام برم یه هفته استراحت. بیاین اینجا هم ببینید. Harmanım baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler benim dermanım. مامانی